نامت، آرزومه بیام تو خوابت عزیزم که بخندی بشم محو صورت ماهت. دوست دارم بمیرم اما اون عشق تو نبینم. بردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش. خدا بخشی جون مادرت نمیری. حالش بده داره خرخر میکنه. اینو چیکار کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله الله الصمد لم یلد ولم یولد. گوری آخه مگه چوب کبریت زیر خانقاه نمیشه؟ برو نگی! برو دیگه! برو نگی! باشو! نمیری که جز زرد صدا چیه؟ خانم پرستان بیام یه دقیقه ببینمش. یه دقیقه داشته باش. بهتری؟ اسمت چیه؟ میشناسیش؟ فعلا نمیشه. سعی کن یه ذره بخوابی. بهتر که شدی میبریم توی بخش. من خرج داره خواست باید صحبت. سلام قربونت برم.
الهی دورت بگردم. آخه دلم واسه تنگ میشه فدات شم. سلام قربونت برم. الهی دورت بگردم. سلام کردم. سلام به روی ماهت. ولی نگفتم مادر من دیگه اینجا نیا. آخه دلم واسه تنگ میشه فدات شم. خب منم دلم براتون تنگ میشه، ولی خجالت میکشم از اینکه ببینم این همه راه میای اون وقت اینجا اینجوری پشت میره ها. این چه حرفیه میزنی؟ فدای سرت. همه عالم آدم میدونن که تو اون کار نکردی. اگه میدونستن نمیگفتن پسر آست مصطفی 2 میلیارد پول بالا کشیده و یابم رو. غلط کرده هر کی این حرفو بزنه. من میدونم چه بچه‌ای بزرگ کردم. باباتم میدونه چه نونی گذاشته سر سفرت. تو برادر شهید، این حرفا چی از ذهنت در میاد؟ آره، تن برادر شهیدم هم تو گور لرزوندم. تو چرا انقدر بیرحمی؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ این دختر مرجان چیکار کرده که باش این کارا رو میکنی؟ برو ارواح خاکی داداش اسمشو نیار، اونم لنگه برادرشه. قسم نخور. قسم میخورم که بدونی چقدر دستشون دل خورم، تا اون محسن بی وجدان بی همه چیزو پیدا نکنم و پولای مردم از حلقومش نکشم بالا دست بردار نیستم. به اونایی که بیروننم اینو بگو. الانم بلند شو برو مادر من، قربونت برم. جای شما اینجا نیست. آخه دلم برات تنگ میشه قربونت برم. منم دلم براتون تنگ میشه. اون پیشونی تو بذار رو شیشه. خداحافظ. همایون، معلوم هست تو کجایی؟ خیلی دلم برات شور میزنه. دیشب خواب خیلی بدی دیدم. بهم زنگ بزن. جواب ندی بهتره. چطوری؟ بهترین حالو دارم. آتیشو پر نکن بابا. بالاخره شیر پیر بیدار شد. دیدی گفتم دست رو شما معجزه میکنه. سکه ها رو کجا گذاشتی تو؟ جاشون امنه. امن یعنی چی؟ کجا بردیشو؟ اصلا کجا بودی تو دیشب ها؟ پریشب بابا. پریشب چی؟ یعنی پریشب بود دیشب نه. چی من 24 ساعت خوابم. یه نقه بیشتر. میخرم حالا تو. سکه ها رو بردم گذاشتم توی باغ. انقدر خلوت پرنده پر نمیزن. 2000 تا سکه رو برداشتی بردی توی باغ گذاشتی که پرنده پر. این گاگوله تو هم نمیفهمی یه چیزی بهش بگی؟ گاگولی جای تشکرته داشتی میماری زیقت در اومده بود. دست شما درد نکنه. چی شد؟ خوبی؟ اووردنی بود که من اوورده بودم. گاف صندوق داستان داره بعد اصلا راه نمیده. اونو راش میندازم فکرش کردم. یه دونه از این جر صغیره دارم، از این دستی ها که موتور جارجام کردم باش. فقط تو اون مغازه قبلی هم و بریم اونجا بیاریمش. یه وانت میخوایم و یه سری هم کارتون خالی. کارتون خالی واسه چی؟ بکشیم رو خودش یه دونه. وانت سراغ دارم. اون تلفن منو به من حفظ نیستی شما شو؟ نه گوشی منو به من خیلی خب فقط با این زنگ میگم گوشی منو به من گوشی تو اینه. تصادف کردی؟ بیا با این زنگ بزن. یو اول فصل گرفتن. یعنی چی گرفتم؟ کسی میدونه اومد اینجا؟ نه. پس چی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ نمیدونم خب کیه؟ خوبی؟ هیچی معلوم نی. ببینم تو به هیچکی نگفتی؟ نه. مطمئنی؟ آره. خیلی خب پس هیچ کس نمیدونه ما اینجاییم دیگه. مگر اینکه چی؟ مش دعوام کردی.
روشا؟ نه روشا محاله گفته باشه محاله. خب پس برو در باز کن. من نمیرم. یعنی چی نمیرم؟ خونه توی پاش برو در باز کن. برو دیگه. با پلیس باشه. برو پلیس نیست. آسان میشه. خدا ای خدا ای کاش همون اول مثل الان میگرفت میریختم تو سرم این نقشه رو نمیدادم شما اجرا کنید. آقا مثل یورم بدبخت میشیم. خیلی خوب و گم گوشی چی شو گم گوشون زیرت جا زدی؟ 2000 تا سکه وسط شهر زدیم توی موقعیت آرتیستی. میخوای چی ننویسم؟ حالا چی میشه؟ هیچ چیزی ننوشتین اینجا از ما که. نوشته 4 تا سارق ناشناس. دزدیدن 2000 سکه رو. ما 4 تا بودیم. شناختن تموم شد رفت ها؟ ما هم شناختن تموم شد رفت. آقا جان این سهم ما رو بدین من برم. من شما رو نمیشناسم. اگه ما رو نمیشناسی که بس دیگه سهم چی؟ آقا این داره دبه میکنه. بس دیگه هر بازی چیه؟ یه مطلب با هم شروع کردیم تا تاشم هستیم. سلام هرکیسم سر جاشه. شروع نکن. باشه. تازه نمیشه نفر چهارم تو بیمارستان بستریه. بیهوشه. هم موتوریه رو میگه دیگه. موتور سوار نبوده. موتوری کیه؟ یکی خیلی خوبه که خیلی خوبه که موتوریه رو گرفته باشن تمومه که نمیشناسه که. اینه چرا اینجوریه سمیر؟ آقا تو فکر می‌کنی به همین سادگی‌هاست؟ دیروز ریختن اونجا هممون رو بازجویی کردن. سوال پیچمون کرده بودن. آقا تازه اونی که نقشه رو کشته جرمش بیشتره. به خاطر اینکه میگن بقیه آقا کی نمیدونستن تو انداختی دهنشون. آقا سمیر من چیکار کنم بابا؟ دیروز بیچاره شده اصلا بگفتن تهران بیرون نرو هیچ کس حق نداره پشت چی اومد اینجا پس؟ بگید من چی اومدی الان کی سر اینجا اومدم؟ بشین اینجا. صد بار مسیرم از بشین اینجا. تو گرفتم. بده من. ای کاش میگرفت گوشی تو بده. خیلی خوب تو بگو اینا نگم. خیلی خوب گوشی تو بده من. یه کار ساده رو ببین. خیلی خوب. بیا. گوشی رو چی میخواد؟ سیم کارتو بگیر. برای چی؟ یه گوشی پیدا کن بنداز توش. ردمونو میزنن با این. یه گوشی پیدا کن بمونم زنگ نزن. اصلا به هیچ کس زنگ نزن. من کی زنگ زدم؟ همین الان زنگ نزدم که آخه. چه حرفی داری میزنی؟ آقا شما سهم منو بدین. من فردا شما خیابون نمیشناسم. داداشمون دلش خوشه نیومده میخواد بره. ببین سکه که هنوز در کار نیست باشم الان نمیشه خرجش کرد میفهمی؟ شما سهم منو بدین من خرجش نمیکنم. شو بیرون. بابا چه گیری کردیم؟ گرفت بابا. گرفت سمیر. آقا تو فکر می‌کنی به همین سادگی‌هاست؟ سیاه شد زندگی. چی هست تو؟ آقا سهم منو بدین من تا اطلاع شوی نمیفروشم دست به سکه ها نمیزنم. من نگاه کن. من شده میرم. بابا این خیال سمیر. بابا می‌خواستیم بپیشونین داداش از اول میگفتید دیگه. نه تو اینجوری نیستی ولی من چیکار کنم؟ هیچی. برو صبر کن تو بهت زنگ میزنم یه سهم تو بگیر. آقا سمیر یادت نره کی باید چقدر ببره. من تو استارت زدیم. آخه بابا چی شد؟ هیچی حلش کرد. هیپنوتیزمش کردی؟ چه تبتا؟ ببین زنگ بانی چی شد؟ تلفنم شد. کیه؟ الو؟ کیه؟ بله ما پسرشم. چی؟ بیمارستان واسه چی؟ کی؟ کدوم بیمارستان؟ بله من خودم میرسونم. چی شده؟ بابا کمال چی بابا کمال چی؟ بردنش بیمارستان. مگه زندان نبود؟ تو زندان آدم نمیتونه مریض بشه ببرنش بیمارستان. کجا میری؟ یه بار جلو اینو بگیر. تو چه؟ کجا میخوای بری؟ اونجا کلی مأمور هست الان. تو رفتی نداره. نمیتونی بری. با جون مادرت کجا میخوای بری؟ بیمارستان ولی از برو آقاس شاگی جون مادر.
سلام خانم. اصلا کمال تهرانی اصل رو ببینم. شما؟ من پسرشونم. ایشون اجازه ملاقات ندارن. خانم 5 دقیقه ببینمش بعد. نمیشه. آقا بیا اینجا ببینم. با شما هم آقا پسر. آقا بله. بیا اینجا ببینم. کارت شناسایی تو بده. همراهم نیست. کیف بلوتو در بیار ببینم شاید توش یه چیزی باشه. کارت ملیم هست بفهم. داری که بیا ببینش. جدی میگی آقا؟ مرسی ممنون. نمیخواد، فقط 5 دقیقه. مرسی. ببین کی اینجاست. خوشتیبترین پسر دنیا. الهی من قربونت برم. الهی من قربونت برم. عاشقتم رئیس. چطوری تو؟ نبینم دو تخت بیمارستان چی شدی؟ هیچی نیست بابا، حالم خوبه. گفتم خودم رو بزنم به مریضی بیارم بیرون یه هوایی بکنم باب بخور. همه چرا اینجوری شده؟ داری ادا در میری؟ خب آره ادا در میرم دیگه. این موچ بندازیم الان معلوم میشه. نکن بچه، خوش ندارم زایه شدن تو ببینم، خوش ندارم. بابا چرا دست جون نداره؟ چرا بی‌حسه؟ چیزی نیست بابا، رد شد رفت. سکته کرد. سکته چیه بابا جون؟ داشت رد میشد یه مدی یقشی گرفتم کوبیدمش به دیوار. فکرشو بکن سکته زورش به من برسه، مسخره است دیگه. خیلی خوب، مثل گریه نکن. این دخترهای 14 ساله مونه، مرد که گریه نمیکنه. بابا از اینجا میارمت بیرون، به قرآن میارمت بیرون. بیرون داریم که چی بشه؟ نه خیلی ممنون، جام خیلی خوبه، گرم و نرم و خیلی هم بیداشتی. زحمت نکش، غذا آماده، هر وقت دلم خواست میخوابم، هر وقت هم دلم خواست بیدار میشم. تلویزیون هم که دارم، برگردم خونه که چی بشه؟ واسه یه توی لندور غذا درست کنم که بعد اینه مادرت نق بزنیم به جونم. نه خیر، من جام خوبه نمیخوام برگردم، جام خوبه. آقا بس وقت تمومه، بفهمید. آره آقا برش دار برو. بابایی به جون خودت که عزیزترینی براش نمیذارم اینجا، میارمت بیرون. خیلی خوب برو. حسن خودت باش.
جز کرانچی تر از هر کرانچی. همسایه بهاری هستم. پشت سر همچی نگاه میکنم، گل نمیبینم. هیچ گلی. اثری متفاوت از کارگردان فیلم تحسین شده تولد یک پروانه. آتش داره خاموش میشه، نفتم نریخته. به نظر من تو تجدید فراش بکن. دستت در نکنه مویکا. تورن، فیلمی از مجتبی رائی، به زودی در سینماهای تهران. کجا داری میری؟ باید برم. دکتر تازه اجازه داده ببریم توی بخش. همینجوری نمیتونین برین که. میتونم. صبر کنید بذارید براتون ویلچر بیارم بعد تشریف میبرید. بفرمایید بشین جوری. مادر فدات بشه، خدا دوباره تو رو به هم داد. خدایا شکرت. سکه ها، ماشین، فدای سرت. مهم اینه که تو خوب شدی. یعنی بردن؟ عیبی نداره عزیز دلم. همه چی درست میشه. به داییت زنگ زدن گفتن ماشینتو پیدا کردن. دایی من نرفتم شمال با امیر حسین بودم نبرگشتم. اون ساختمونایی تو نبود؟ امیر حسین مثل برادر منم به اندازه تو از فوتون ناراحتم. اومده بود شمال که آپارتمانه کذایی حتی نزدیکتر. امیر حسین مثل برادر من. امیر حسین مثل کی آزاد شدی؟ امروز صبح. زندون بهت ساخته چاق شد. یه پایین رو ماشین. میبینم هنوزم به مادیات اهمیت نمیدی. خوش گذشون تو. نمیپرسی برای چی اول صبح اومدن آقا شما؟ لابد واسه این که نق بزنی بگی چرا زودتر از اون تو درت نیوردم. نه. بچی؟ اومدم بگم نترس. واسه چی؟ ببین دایی من خوب میدونم که تو از یه ریالت هم نمیگذری. اینم میدونم که تو رو درواسی با خاتون اومدی و رضایت دادی. درست. ولی نترس. من پولتو بهت پس میدم. خبر خوبیه. محسنه رو پیداش میکنم، هم پول شما رو پس میدم، هم پول اونایی که صدای ناله و نفرینشون تو گوشمه. تو این 2 سال اینقدر این قصه رو واسه خودت تعریف کردی که فقط خودت باورت شده. حواست جمع کن. هر جا بری 4 چشی میپامد. اگه قدم از قدم اشتباه ورداری هر چی دیدی از چش خودت دیدی. حالا چون؟ ببین دایی امیر حسین مثل برادر من بود، حتی نزدیکتر. منم به اندازه تو از فوت اون ناراحتم، ولی اون تصادف ربطی به من نداشت. اون اومده بود شمال که آپارتمانه کذایی تو رو ببین. اگه اون ساختمانای تو نبود. ببین دایی من نرفتم شمال با امیر حسین بودم نبرگشتم. اون تو ماشین خودش تنها بود، اینو که میدونی.
واسه چی کله خربازی در میاری؟ مگه نگفتم نه؟ هر کار باشه عشقم باشه میکنم. تو غلط میکنی. اگه میگرفتن چی؟ خیلی خوب. حالا رفت دیدیش خیالت راحت شد. الان بریم. کجا بریم؟ اگه ردشو زده باشن تا اینجا اومده باشن مامورا چی؟ ردشو زده بودن الان منتظر دعوت من و تو بودم. میگن تو بخوام بگیرنمون میگیرنمون دیگه، راه فرم نداریم. اینجا آخر خطه. نه فقط مرگ من. مطمئنی هنوز ماشین اونجاست؟ میدونی چیه؟ فقط تو خوبی. من اینجا شدم تحت آقاری، هرچی هم میشه توپ تو زمین منه. میگم تو اون منطقه توی اون باغ مگس هم پر نمیزنه چه برسه به آدمی زاد. جونم ناصر جون. آی مخلصم داداش اومد. صبر کن. گوش کن حرف منو. تو اون استراحت کن ما میریم میایم. خوبم سمی. خوبم. حالا چطوره؟ خوب نیست. غذا شده. خیلی مخلصی. تو لنگ میزنی؟ چیزی نیست با شیکم گذاشتم تو مشتی. آقا یه جا توپل واسه جبران میکنم ها. از شما به مال سیز زیاد داداش. فقط بگم چون شما پشت سواری یه پدال اضافه داره اسمش کلچ. برو گرفتی ما رو. نه جون تو بعدم این دفاع گیربکس شنمور میخونه. گفتم فکر نکنی ضبطه اونا مراقب باش. نگران نباش رخشت هم واسط نگران چند خوشی بس میفرستم. سلام علیکم. فقط ما 3 نفریم. این رخشت نفس داره. خواهی به دوزی شو هیچی بشیم بریم. ما چه بودی بیاد. معرفت لااقل منو تا یه جا ببری. گوش کن تا از امروز تحقیق در مورد پرونده تو به من واگذار شده. خواهش میکنم همکاری کن باشه؟ بیا هر چه رو هست شب سرقت به یاد داری اینجا یادداشت کن. داشتم رانندگی میکنم احساس خوابالودگی میکنم صدای در اطرافم شد حضور جوانی میکنم کلاه نقابدار حضور حسابی تسلیم مرتب قلوبی را میخوام. بفهم. متشکرم. داشتم رانندگی میکردم احساس خوابالودگی به من دست داد. صداهای مبهم در اطرافم میشنیدم. حضور جوانی را کنارم احساس کردم که کلاه نقابدار به سر داشت. حسابی ترسیده بود و مرتب قل هوالله میخواند. داستان کوتاه نوشتی بدم تو مجله ها چاپ کنم؟ اینجوری گزارش مینویسن؟ تو شما گفتی هرچی از اون شب یادته بنویس. منم همه رو نوشتم. کجاست؟ کی؟ بهتر بگی چی؟ چی؟ سکه ها کجاست؟ سکه ها؟ میخوای بدهیاتو بدی به هر قیمتی که شد؟ آره اصلا شوخی خوبی نکن. به نظر تو قیافه من مثل کساییه که شوخی میکنن؟ قیافه شما تا اونجا که من یادمه همیشه همین شکلی بود. بسیار خوب. اسم هم دستاتو بنویس. مصطفی هنوز شکایت نکرده. تا قضیه بیشتر از این خراب نشده بذار کمکت کنم. کدوم هم دست؟ چه پرونده ای؟
پسر جان بنویس بذار کمکت کنم. من که نوشتم، شما میخوای کمک کنی کمک کن دیگه. درسته که ازت زیاد خوشم نمیاد، اما به خاطر خواهرم هم که شده میخوام کمکت کنم سطح این قضیه رو هم بیارم. باز میگه این قضیه رو کدوم قضیه؟ بگی منم بفهمم. تو علی اکبر شمسی میشناسی؟ معروف به چاقو اره‌ای؟ چاقو اره‌ای؟ نه نمیشناسم. اگه بگم یکی از سارقین رو گرفتی بازم میخندی؟ خدا وکیلی؟ خب معلومه که میخندم، خدا رو شکر. میگیریدش مغور میاد معلوم میشه من بیگناهم. اگه بگم اون کسی که گرفتی همین چاقو اره‌ایه بازم میخندی؟ خب معلومه اسمش خنده داره دیگه، چاقو اره‌ای. شما نمیخندی؟ چرا؟ منم میخندم. اگه بگم این آقایی که شما نمیشناسیش یه دوست حبس کشیده سابقه داره بازم میخندی؟ اگه بگم این آقا توی زندون توی بند با شما بوده اونم به مدت 5 ماه بازم میخندی؟ چی؟ دیگه نمیخندی نه؟ میشه واضح‌تر حرف بزنین؟ من نمیفهمم شما چی میگین. یعنی سر از حرفاتون در نمیارم. منم سر از کارات در نمیارم. بودی حالا تا توی قضیه رو باید در بیارم. نمیتونی بری. اون وقت کی جلومو میگیره؟ سلام قربان. سلام. یه خبر خوب، از طریق دوربینای کنترل ترافیک رد ماشینم پیدا کردم. خب خدا رو شکر. ساعت 7:12 تو اتوبان صدر به سمت غرب میرفته. خب همین دیگه. آخه نیست اونجا دارم پل میزنم، بقیه دوربینا رو موقتا برداشتم. بله 96 کیلومتر سرعتش بوده، تو لاین سرعت هم بوده. احتمالاً از فری مریم نپیچیده از ترس ترافیک. اتوبانو مستقیم رفته، شایدم رفته بیرون شهر. از اونجایی که دوباره دوربینا رو کاشتن یه گزارش تهیه کنیم. بله قربان، حتما تهیه میکنیم. تا فردا صبح بین حدود 10-11 آماده میشه. فقط مونده گزارش سرقت، شکایت نامه. بفرما بخون 4 ستون با درت بلرزه. چیه؟ داستانه؟ ببین یه مأمور میذاری مراقبش باشه. فعلا هم خودت اینجا هستی، حق نداره از اتاق بیاد بیرون. چشم بود. بچه هم تو راه اینجا بود گفتی پرندم پر نمیزنه؟ به خدا دیشب پرنده پر نمیزن. موقع بریم دیشب بیایم. فقط شانس بیاری ماشین سر جاش باشه. ماشین توه، عجاش تکون نخورده، هنوز چادرم روشه. چطوری باید بریم تو نابغه؟ مثل همه کسایی که رفتن تو. امشب باید چیز کنیم بچه باتری پیشیم. کراوات مراوات چیزی همراهتونه؟ با این لباسا؟ پولمول چی؟ پولمول داریم؟ پول که نری سکه زیاد داریم. چقدر بخوام؟ چیزه یکی باز پیدا کنیم لباسش بخر. به من لباسام خوبه، با کمربندم کراوات درست میکنم مثلا اوستام تو دارم. دور ماشین پاک کن زود بیا، دیر شده. آقا سر جونم جفت. سلام علیکم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدیم عروسی اومدی. باش کلا چشتون چه قرمزه؟ همون بودی. چی میگه؟ میگن همون رفتن. حکم ببینم. مرکز زهر ماری خوردی؟ از چیزی نخوردی. برادر ماما زنگ بزن. توضیح میدم.
چی توضیح مرکز چی توضیح میدی؟ زهرمال خوردی عروسی اومدی چه شدم برادر 2 تا هم بفرست به همون آدرسی که بهتون داده بودم. دست بزن بچه داره سرا تو بیار پایین. برو آقا برو ببینم برو ایسا بهشون میخوای بدیم مامور خانم خودت در بیار. خوشا در بیار. باش ببینم چه لباسی پوشیدی در ببینم تو باش زود تو شلوار جین پوش بود. یالا دیگه منو واسه چی نگاه می‌کنی؟ بده من اون شلوار. بزن دوش کنم. شالگردن چی بگی؟ شالگردن شما تو بیا اینجا ببینم. برو منسا برو. خب واسه ببینم سمیر اینا خز نیست؟ نه ردیفی بابا همینم الان مود میشه ایوه حالا هست چرا اینقدر دیر اومدی داخل؟ ببینم شما رو فرهاد فرستاده؟ آره کدومتون میخونی؟ نمیخونم بیا بریم دیر شده آرزومه بیام تو خوابت عزیزم اگه بخندی بشم مغز صورت ماهت دوست دارم نمیرم اما اون عشقاتو نبینم بردی تو دیگه قلب من میخوام اون دستاتو بگیرم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم دارم ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم دارم عشق من باش آقا فامیل عروس یا داماد؟ من؟ جواب منو بده. فامیل عروس یا داماد؟ من؟ میگم اینو فامیل ما نیستن. کدومش میکنی دیگه؟ فامیل ما هم نیستن. کدوم مونگولی تو ماه رمضان عروسی میگیره که شما گرفتین؟ این یک سرقت معمولی نیست. یک تیم این کار رو سرپرستی میکنه. میفهم؟ بچه 2 سال زندان بوده، کسی اون نمیشناسه. میگه تو با یکی از دوزا هم سلولی بودی. دروغ گفتم. تو چی فکر میکنی؟ اگه نگه همین الان پاروشم میرم دیگه پشت سر من نگاه نمیکنم.